اسلامی که نه تنها با علم و مدرن بودن در تضاد نیست، بلکه اون رو تقویت میکنه. مردی که پشت این تغییر بزرگ ایستاده یکی از ثروتمندترین و قدرتمندترین رهبران مذهبی جهانه. اما چرا کمتر کسی اون رو میشناسه؟ کریم آقاخان، رهبر اسماعیلیان، نه تنها یک امام مذهبی بلکه یک چهره تاثیرگذار جهانیه. از تحصیل در هاروارد تا رهبری میلیون ها نفر، اون با ترکیب دین، توسعه و مدرنیت اسلام رو به نیرویی برای پیشرفت تبدیل کرده. در این ویدیو قراره که به جزئیات بیشتری رو راجع به کریم آقاخان بپردازیم. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید. کریم آقاخان در 13 دسامبر 1936 در سوئیس به دنیا اومد. نام کامل اون شاه کریم الحسینیه. اون نوه سلطان محمد شاه آقاخان سوم و رهبر پیشین اسماعیلیان بود. مادرش یک زن بریتانیایی بود و پدرش شاه علی خان یک دیپلمات و نجیب زاده هندی تبار بود. کریم آقاخان بخش زیادی از دوران کودکی خودش رو در نایروبی و کنیا سپری کرد، جایی که خانواده‌اش در اون زمان زندگی می‌کردن. اون از همون کودکی تحت آموزش‌های خصوصی قرار گرفت و در مدارس معتبر سوئیس تحصیل کرد. علاقه اون به تاریخ، فرهنگ و مسائل جهانی از همون ابتدا مشهود بود. پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی، کریم آقاخان در دانشگاه هاروارد، یکی از معتبرترین دانشگاه‌های جهان، پذیرفته شد. اون در رشته تاریخ اسلامی تحصیل کرد و بر تمدن‌های اسلامی، تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌المللی تمرکز داشت. در زمان تحصیل در هاروارد، اون به دلیل شخصیت کاریزماتیک و هوش بالا مورد توجه اساتید و همکلاسی‌هایش قرار گرفت. با اینکه اون از یک خانواده بسیار ثروتمند و با نفوذ بود، اما سبک زندگی ساده‌ای داشت و به مطالعه و تحقیق علاقه زیادی نشون میداد. در سال 1957 هنگامی که فقط 20 سال داشت و هنوز دانشجوی هاروارد بود، پدر بزرگش آقاخان سوم درگذشت و اون به عنوان 49مین امام اسماعیلیان منصوب شد. این انتخاب کمی غیر منتظره بود، چون انتظار میرفت که عمویش شاهزاده صدرالدین آقاخان جانشین بشه. اما آقاخان سوم در وصیت‌نامه‌اش تاکید کرد که رهبری اسماعیلیان به نسل جوانتر منتقل بشه. این تغییر مسیر زندگی اون رو از ادامه تحصیلات دانشگاهی باز نداشت. اون با اینکه به عنوان رهبر مذهبی جدید اسماعیلیان وظیفه سنگینی به عهده داشت، اما تحصیلاتش رو در هاروارد به پایان رسوند و در سال 1959 فارغ التحصیل شد. تحصیلات آقاخان در هاروارد تاثیر زیادی بر سبک رهبری اون گذاشت. برخلاف بسیاری از رهبران مذهبی که دیدگاهی سنتی دارن، اون با یک نگاه مدرن و علمی به مسائل دینی، اجتماعی و اقتصادی می‌نگرد. دانش اون از تاریخ روابط بین‌المللی و فرهنگ‌های مختلف باعث شد که بتونه یک برنامه توسعه‌ای گسترده برای اسماعیلیان در سراسر جهان طراحی کنه. اون به نقش آموزش و دانش در پیشرفت جوامع اسلامی اعتقاد زیادی داره و همین باور باعث شد که بعداً بنیادهای آموزشی زیادی رو تأسیس کنه، از جمله دانشگاه آقاخان که یکی از معتبرترین مراکز علمی در جهان اسلام محسوب میشه. کریم آقاخان از دوران کودکی در محیطی بین‌المللی و چند فرهنگی رشد کرد. تحصیلات اون در هاروارد و علاقش به تاریخ و تمدن اسلامی تأثیر عمیقی بر دیدگاه‌های اون گذاشت و باعث شد که اون یک رهبر مذهبی کاملا متفاوت و پیشرو باشه. ترکیب دانش مدرن با آموزه‌های دینی از اون شخصیتی منحصر به فرد ساخته که هم در دنیای اسلام و هم در سطح جهانی تاثیرگذاره. کریم آقاخان نه تنها رهبر اسماعیلیان بلکه یکی از مهمترین شخصیت‌های جهان در توسعه پایدار آموزش، بهداشت و فرهنگه. اون در طول چندین دهه با ایجاد نهادهای متعدد زندگی میلیون‌ها نفر رو در کشورهای در حال توسعه بهبود بخشیده. در ادامه به چند نمونه از فعالیت‌های اون اشاره خواهیم کرد. قبل از اینکه به این فعالیت‌ها اشاره کنیم، لطفاً ویدیو رو لایک کنید. 1. شبکه توسعه آقاخان، بزرگترین پروژه بشردوستانی اون. مهمترین ابتکار کریم آقاخان شبکه توسعه آقاخان یا همون AKDN هستش که این شبکه در سالهای 1960 به صورت رسمی تأسیس شد. شامل مجموعی از سازمان‌های غیر دولتی و غیر انتفاعی که در بیش از 30 کشور جهان فعالیت دارند. زمینه‌های فعالیت AKND: آموزش، ایجاد دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز آموزشی،
بهداشت، ساخت بیمارستان‌ها و کلینیک‌های پزشکی، توسعه اقتصادی، ایجاد مشاغل و حمایت از کارآفرینی، کشاورزی، بهبود روش‌های کشاورزی و تأمین غذا، فرهنگ و معماری، حفاظت از بناهای تاریخی و ترویج معماری اسلامی، زیرساخت و مسکن، توسعه شهرها و سکونتگاه‌های مدرن و پایدار. 2. دانشگاه آقاخان، انقلاب در آموزش و بهداشت. در سال 1983 آقاخان دانشگاه آقاخان را در پاکستان تأسیس کرد. این دانشگاه که امروزه شعبه‌هایی در شرق آفریقا، آسیای مرکزی و بریتانیا دارد و یکی از معتبرترین مراکز علمی در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده. فعالیت‌های این دانشگاه شامل ارائه دوره‌های پزشکی، پرستاری، آموزش و توسعه، ایجاد مدارس بین‌المللی آقاخان برای کودکان و نوجوانان، تأسیس مراکز تحقیقاتی پزشکی و درمانی. هدف اصلی این دانشگاه تربیت نیروی انسانی متخصص برای کشورهای در حال توسعه و ایجاد یک سیستم آموزشی مبتنی بر استانداردهای جهانیه. 3. فعالیت‌های بهداشتی، نجات جان میلیون‌ها نفر. کریم آقاخان یکی از تاثیرگذارترین افراد در حوزه بهداشت عمومیه. تحت رهبری اون بیش از 200 بیمارستان و مراکز درمانی در آفریقا و آسیا ساخته شده. برخی از مهمترین پروژه‌های اون عبارتند از بیمارستان آقاخان در نایروبی پاکستان، افغانستان و تانزانیا، برنامه‌های مبارزه با مالاریا، سوء تغذیه و بیماری‌های واگیردار در آفریقا و آسیا، ارائه خدمات درمانی رایگان به میلیون‌ها نفر از افراد فقیر. 4. حفاظت از میراث فرهنگی و معماری، جایزه معماری آقاخان. کریم آقاخان اهمیت ویژه‌ای به حفظ فرهنگ و معماری اسلامی می‌دهد. اون در سال 1977 جایزه‌ای به نام جایزه معماری آقاخان راه اندازی کرد که یکی از مهمترین جوایز معماری جهان محسوب میشه. اهداف این جایزه تشویق معماران به ساخت بناهای زیبا، مدرن و سازگار با محیط زیست، حفظ آثار تاریخی اسلامی و ترمیم آنها، ترویج معماری سنتی اسلامی در جهان مدرن. به برخی از پروژه‌های معروف تحت حمایت این جایزه میتوان به بازسازی بازار بزرگ تبریز در ایران، ترمیم آرامگاه تیمور در سمرقند و طراحی مراکز فرهنگی و آموزشی در جهان اسلام اشاره کرد. 5. توسعه اقتصادی و حمایت از کسب و کارها و کارآفرینی. کریم آقاخان معتقده که بهبود اقتصاد کلید پیشرفت جوامع، به همین دلیل شبکه اون در حوزه‌های مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری کرده. برخی از مهمترین فعالیت‌های اون در این حوزه بانک توسعه آقاخان، یک مؤسسه مالی بین‌المللی که به کسب و کارهای کوچک و متوسط وام میده. سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، هتل‌های زنجیره‌ای سرنا که در آفریقا و آسیا فعالیت دارند. پروژه‌های کشاورزی، حمایت از کشاورزان برای افزایش تولید محصولات غذایی. 6. کمک‌های بشردوستانه در مواقع بحران. کریم آقاخان همیشه در زمان وقوع بلایای طبیعی و بحران‌های انسانی به مردم کمک کرده. برخی از کمک‌های اون شامل کمک رسانی به پناهندگان سوری و افغان، حمایت از مردم زلزله‌زده پاکستان و هند، تأمین غذا و دارو برای کشورهای فقیر آفریقایی. کریم آقاخان نه تنها رهبر مذهبی اسماعیلیانه، بلکه به عنوان یک چهره جهانی در توسعه پایدار، روابط بین الملل معماری، فرهنگ و اقتصاد نیز نفوذ گسترده‌ای داره. اون با نفوذ خودش تونسته نه تنها زندگی پیروانش بلکه زندگی میلیون‌ها نفر از اقوام و مذاهب دیگر را متحول کنه. در ادامه به بررسی ابعاد مختلف تاثیرگذار اون میپردازیم. 1. نفوذ در میان اسماعیلیان، یک رهبر جهانی با دیدگاه مدرن. کریم آقاخان رهبر حدود 15 میلیون اسماعیلی در سراسر جهان که در کشورهای مختلفی از جمله پاکستان، هند، افغانستان، تاجیکستان، سوریه، ایران، شرق آفریقا، کانادا و اروپا زندگی میکنند. اون تلاش کرده که اسماعیلیان را از نظر اقتصادی، علمی و فرهنگی تقویت کنه و اونا رو با تحولات جهانی هماهنگ بسازه. 2. تاثیرگذاری در سیاست و روابط بین المللی. کریم آقاخان به دلیل نفوذ گسترده و فعالیت‌های بشردوستانه روابط نزدیکی با بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی داره. اون با سازمان ملل متحد در زمینه توسعه انسانی، فقرزدایی و آموزش همکاری داره. روابط دیپلماتیک با دولت‌ها، بسیاری از کشورها مثل کانادا، بریتانیا، فرانسه، سوئیس و برخی کشورهای آفریقایی اون رو به عنوان یک رهبر مهم مذهبی و فرهنگی به رسمیت میشناسند.
در برخی از بحران‌های بین‌المللی نقش میانجیگر و صلح‌ساز داشته، به ویژه در کشورهایی با جمعیت اسماعیلی مثل افغانستان و تاجیکستان. کریم آقاخان رابطه بسیار نزدیکی با دولت کانادا داره و شهروندی افتخاری این کشور رو دریافت کرده. اون در کانادا چندین مؤسسه فرهنگی و آموزشی تأسیس کرده و با دانشگاه‌های مطرح این کشور همکاری داره. کریم آقاخان تنها یک رهبر مذهبی نیست. اون یک شخصیت جهانی با نفوذ در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و توسعه است. اون با تأسیس مؤسسات متعدد زندگی میلیون‌ها نفر رو در سراسر جهان متحول کرده. کریم آقاخان به عنوان 49مین امام اسماعیلیان نگاه متفاوتی به دین و جامعه داره. برخلاف بسیاری از رهبران مذهبی که بیشتر به جنبه‌های سنتی دین تاکید دارن، اون تلاش میکنه اسلام رو با دنیای مدرن تطبیق بده و پیروانش رو به علم، تفکر و پیشرفت اجتماعی تشویق کنه. 1. دیدگاه مذهبی. کریم آقاخان بر 3 اصل مهم در دین اسلام تاکید داره. الف. اسلام و عقلانیت. دین باید با علم سازگار باشه. اون معتقده که اسلام یک دین پویا و عقلگراست که میتونه با پیشرفت‌های علمی و اجتماعی همراه بشه. برخلاف دیدگاه‌های سنتگرا، اون باور داره که دین نباید مانع پیشرفت انسان بشه، بلکه باید اون رو به تفکر و نوآوری تشویق کنه. ب. تصویر تطبیقی از قرآن. دین باید با زمانه هماهنگ باشه. کریم آقاخان قرآن رو یک متن تاریخی و قابل تفسیر میدونه و معتقده که باید اون رو با توجه به شرایط زمانه تفسیر کرد. اون تفسیرهای افراطی و بنیادگرایانه از اسلام رو رد میکنه و به نگاه انعطاف‌پذیر به دین باور داره. جیم. نقش امام در هدایت پیروان. دین باید راهگشای زندگی باشد. در مذهب اسماعیلی امام تنها یک رهبر مذهبی نیست، بلکه راهنمای فکری و اجتماعی پیروانش نیز محسوب میشه. آقاخان تلاش میکنه که با هدایت پیروانش اونها رو به آموزش کارآفرینی و پیشرفت اجتماعی تشویق کنه. 2. دیدگاه اجتماعی. اسلام، توسعه و حقوق بشر. کریم آقاخان باور داره که دین اسلام باید پاسخگوی نیازهای جوامع در حال تغییر باشه. الف. نقش زنان در اسلام. برابری زن و مرد. اون یکی از مدافعان حقوق زنان در جامعه اسلامیه و زنان رو به تحصیل و اشتغال تشویق میکنه. در بسیاری از نهادهای تحت مدیریت اون زنان در پست‌های مدیریتی و علمی حضور دارند. به اسلام و توسعه. دین باید به حل مشکلات مردم کمک کنه. اون تاکید داره که دین فقط برای عبادت نیست، بلکه باید به بهبود زندگی مردم نیز کمک کنه. به همین دلیل بسیاری از فعالیت‌های اون در زمینه آموزش، بهداشت، اقتصاد و کاهش فقر با دیدگاه مذهبی اون در ارتباطه. 3. مخالفت با افراط‌گرایی و بنیادگرایی دینی. کریم آقاخان یکی از منتقدان سرسخت افراط‌گرایی مذهبیه. اون باور داره که افراط‌گرایی نتیجه جهل و فقره و میتونه با آموزش و توسعه اقتصادی اون رو کاهش بده. اون بارها اعلام کرده که تفسیرهای افراطی از اسلام با ماهیت اصلی این دین در تضاد هستن. اون بر گفتگوی بین ادیان تاکید داره و تلاش میکنه که چهره‌ای صلح‌آمیز از اسلام به جهان معرفی کنه. 4. ترویج همزیستی ادیان و صلح جهانی. کریم آقاخان معتقده که مسلمانان باید با پیروان سایر ادیان روابط مسالمت‌آمیز و سازنده‌ای داشته باشند. اقدامات اون برای گفتگوی بین ادیان، تأسیس مؤسسه مطالعاتی اسماعیلی در لندن برای تحقیق درباره اسلام و ارتباط اون با سایر ادیان، همکاری با رهبران مسیحی، یهودی و هندو برای بهبود روابط مذهبی در سطح جهانی، تاکید بر اینکه ادیان میتوانند در کنار هم برای بهبود جهان کار کنند، نه اینکه درگیر تعصبات و دشمنی بشن. 5. رویکرد اون به عدالت اجتماعی و فقرزدایی. کریم آقاخان یکی از طرفداران عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت‌ها. اون معتقده که یکی از وظایف دین کاهش فاصله طبقاتی و حمایت از مستضعفانه و همین دلیل بسیاری از پروژه‌های اون در زمینه توسعه پایدار، حمایت از فقرا و ایجاد فرصت‌های اقتصادی طراحی شدن. اون به جای اینکه فقط کمک‌های مالی بده، زیرساخت‌های ایجاد می‌کنه که مردم رو توانمند کنه. 6. نقش اخلاق در جامعه. تاکید بر اصول اخلاقی اسلامی. کریم آقاخان بر این باوره که دین باید اخلاقیات رو در جامعه تقویت کنه. برخی از اصول اخلاقی که اون ترویج میده، راستگویی و صداقت در کار و زندگی، عدالت و انصاف در رفتار با دیگران، کمک به فقرا و نیازمندان به عنوان یک وظیفه دینی،
احترام به محیط زیست و طبیعت. کریم آقاخان یک رهبر مذهبی بشردوست و چهره تاثیرگذار جهانیه که نقش اون فراتر از یک امام مذهبی بوده و بر سیاست، اقتصاد، فرهنگ، آموزش و توسعه اجتماعی تاثیر گذاشته. اون تلاش کرده که اسماعیلیان و سایر جوامع اسلامی رو به سمت مدرن، پیشرفت علمی و اقتصادی هدایت کنه. اگر دوست دارید راجع به اتفاقات سیاسی و تاریخی بیشتر بدونید، کانال من رو سابسکرایب کنید.